دیشب داشتم تو اینترنت ول میچرخیدم که خوردم به چند تا عکس عجیب. به نظر شما تو زمان مصر باستان شکل وای فای دقیقا چی میگفته؟ یا مثلا این یکی عکس شبیه راکت چیه این یکی؟ خیلی عجیبه. یا مثلا این یکی، اینم یک کشف تاریخیه که ظاهرا شبیه، نمیدونم این وسیله چیه، شبیه این اسکوترهای برقی دسته دار. یا مثلا این مجسمه ها دقیقا هدفشون چیه؟ آدم فضایی هن؟ نمیدونم، فضانوردن؟ نمیدونم. یا مثلا این یکی، این دیگه بیاین ایگنورش نکنیم، شبیه نوکیاسی جورایی، شبیه گوشی دکمه‌ایه. یا مثلا این یکی شبیه قواساست، یعنی واقعا هم شبیه غواصاست. این یکی رو دیگه نمیدونم، اوناست که آب پرت میکنه به زمین پرواز میکنه، اسمشو نمیدونم، جت پک فکر کنم، حالا هرچی. مجسمه مرموز کاکا سنگی مثلا زیرش این شکلیه. و خب این یکی یکم برام عجیبه، مجسمه آزادی از قبل وجود داشته. و خب عجیبتر از همه سکه آدم فضایی هست. اینو دیگه نمیشه ایگنورش کرد. اگه از ویدیو لذت بردی خوشحال میشم با فالو کردن یه حمایت ریزی هم از من بکنی. و طبق همیشه چاکرتم.